واقعا چجوری یه سال گذشت؟ چجوری 10 سال نشده؟ یه سال فقط. همین جاده رو داشتیم میومدیم، همین جاده رو برگشتیم. یه بار داشتیم میرفتیم از یه کوی بالا، گفتم که اوا چقدر توی مسیری که داشتیم میومدیم هوا انگار روشن‌تر بود. چرا الان انقدر هوا تاریک شد؟ چرا طلوع نمی‌کنه خورشید؟ یه نفر برگشت گفت هوا قبل از طلوع همیشه در تاریک ترین و سردترین حالت خودشه و بعدش خورشید طلوع میکنه. و وقتی که هوا روشن میشه و خورشید رو بالاخره میبینی و آسمون از اون سیاهی در میاد، میشه آبی نفتی. بعد از آبی نفتی میشه آبی کبودتر. بعد از آبی کبودتر میره به سمت اینکه یه خورده آبی آسمونی شه. شگفت انگیزه. شگفت انگیزه. دیگه دلم نمیخواد تو شهر زندگی کنم. دیگه از دیدن ریخت آدما و معاشرت کردن باهاشون و درگیر شدن توی مشکلاتشون و تمام زندگی و پیچیدگی و دنیاشون دیگه خسته شدم. میخوام برم یه جای کوچیک و دور افتاده، خارج از شهر، خارج از امکانات زندگی کنم. مثلا کاش من جای این آقا بودم، آقای ریواز فروش. تو کردستان ریواز میفروختم. یا مثلا جای یکی از این خانوما بودم که داره سر زمینش محصولی که داده رو برداشت میکنه. کاش جای این خانومه بودم که داره کلانه درست میکنه. یا جای این آقای میوه فروش. یا این آقای راننده که تو این جاده های خوشگل هر روز رانندگی میکنه. کاش زنبوردار بودم. یا کاش توی ارتفاعات داشتم سبزی کوهی جمع میکردم. امروز میخوایم نقاشی بکشیم. راستش نمیدونم که دوست دارم چی بکشم. موقعی که یه صفحه خالی دارم این چیزا میاد توی سرم که بخوام نقاشیشون کنم، ولی مطمئن نیستم. برای کسایی که سواله که من وقتی که ناراحتم چیکار میکنم، وقتی که خیلی غر دارم یا حالم خیلی خوب نیست، من سرو میکشم یا کوه میکشم یا کلا نقاشی میکشم. خیلی کشیدن کوه رو دوست دارم. من از فکر میکنم چند سال پیش دارم کوه میکشم و کوهستان کشیدن رو دوست دارم، حتی قبل از اینکه کوه نورد باشم. اینجا حصارچاله، جای قشنگیه توی کنار دشته. همیشه کشیدن کوه ها برام یک جذابیت و لذت خاصی داره. این ایرانه. یک نسخه خیلی درهم برهم از نقشه ایرانه که اصلا شبیه نقشه ایران نیست. اصلا اینجاهاش هیچ شباهتی به استان خراسان نداره. کلا ایراد داره نقشه از لحاظ جغرافیایی، ولی مهم نیته. بیشتر اینا رو کارت پستال میکنم. موقعی که بخوام نقاشی بکشم برای اینکه تبدیلش کنم به کارت پستال و تبدیلش کنم به محصول، نقاشیم خراب میشه. یه مدت زده بودم تو کار ارکیده. تنها چیزی که میکشیدم ارکیده بود. بی اغراق میتونم بگم یکی از زیباترین چیزهای دنیا گل ارکیده است. واقعا دوست داشتم که یه ارکیده نگه دارم. خیلی خوب میشد. یه ارکیده خالدار. راستش من اصلا باورم نمیشه که پاییز شد.
شده. واقعا وارد نیمه دوم سال شدیم، واقعا 6 ماه از سال گذشته. راستش بخوام از تابستونی که داشتم بگم خیلی ناامید کننده است برای خودم و زندگیم و تابستونم. متاسفم راستش رو بخوام. سانیا اینو نگاه کن، الماس چیزه، فکر کنم چی بود؟ صدفه. این سرو آزاد بر فراز تپه به چه کسی فخر می فروشد؟ فکر کنم بزرگترین چیزی که باعث شد من امروز یه سرو بکشم این جمله بود. چند وقت پیش شنیده بودمش و باعث شد که بخوام یه سرو بکشم. یک سرو برای امروز. یه بار دیگه هم سعی کرده بودم یه سرو بکشم اما خراب شده بود متاسفانه. و همچنین قوی ترش یک سرو دیگه هم کشیده بودم